نمیشه خام شما باشه خیلی همه رو بتشمو پیروز سه صفحه شه بردارم سه صفحه امروز طبیعی حضرت ولی بیا پیش خیلی مناسب پیروز این خیلی ما نشانم مسجد کجا کدام طرف نماز میخونن تمام اینا مسجد اینا می تمام همیشه ایمانش توغریه انشالله تمام کم سپس بیوخه صف بکشنه باردار پیش بیان صف بکشن بیا پیش زنیم شما کشمون بود پیش بره سه صفحه شه بردارم سه صفحه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت جوانان عزیز همدران عزیز امروز نمیخوام صحبت کنم درباره مرگ بس میخوام یک دو حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم براتون صحبت بکنم درباره رحمدلی جوانان عزیز امروز چقدر ما حتی نشد است که ما جوانان ما مردم نه فقط برای برادر مسلمان امروز نعوذ بالله روز آمده است که پدر با پسر رحم نمیکنه جوانان عزیز وقتی که پدر با پسر که رحم نکنه بعد الله مهربان این درد اندوه و غم ایری امت چه به بالا کنه یه حدیث صحیح را براتون شرح میکنیم ان شاء الله دعا میکنیم که حدیث حضرت انس روایت میکنه که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میگه که والذی نفسی بیده لا یضع الله رحمة الا علی رحیم قسم به اون ذاتی که جان محمد در دست اوست الله مهربان رحم نمیکند به اون شخصایی که به اون انسانهایی که تا مادام در روی زمین به دیگر رحم نمیکنید جوانان عزیز رحم بسیار چیزی مشقت است رحم بسیار چیزی است امروز اگر نظر کنیم این پسر 1 ساله و 8 ماهه نخواد که پدر با ضرب لت پسر خود در قتل برسونه جوانان عزیز این به والله قسم میکرد نشانه قیامت است من ندا برای جوانای میکنیم که امروز در بعض جاها ما جنازه میخونیم حتی امر معروف و نهی از منکرات در شبکه‌ها میمونن و در کامنت‌ها مینویسن بعضی نوجوان مردم مینویسن که ما ترسیده خواب هستیم همین جنازه ها در شبکه‌ها نپرتید چرا پیش از جنازه ها در شبکه‌ها بسیار توی حافظی میپرتافتن کنسر میپرتافتن چرا یادت نمیگفته که حافظی را بس کنه که الله غضبش بالا ما بیاید چرا امروز میگی جنازه ها نپرتید که ما خودمون ترسیده خواب هستیم در غم اندوه هستیم جنازه ها نپرتید انا میخوای خدا که دور شدن گرفتیم خدا هم میخوای عذاب بالای ما شما برادران میفروره ای جوان مرده که در تای کامنت‌ها مینویسه که امر معروف جنازه ها رو نپرتایید ای جوان مرده که میگوید که ما خودمان در غم اندوه هستیم از الله شرم داریم مادامی که با موسیقی و با کنسر با فواحشات تماشا میکردی یک بار نمینویسی که جوانا بس کنه فواحشم بس کنه موسیقی پرتانه که عذاب خدا برای ما شما بیاد اینا بسای ما آمد امروز که جوان مرد پسر 1 سال و 8 ماه خودش را با آزار بزدن با قتل رسان آیا این برای ما شما ماتم نیست آیا برای ما شما این غضب خدا نیست که پیامبر اکرم چی میگه الراحمون یرحمکم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء ای جوانا پیامبر برای ما شما میگه رحم کنه در روی زمین با اون شخصا تا اینکه مادام از آسمان برای شما رحم کرده شود تا با والله قسم رحم اگر نمیکنه به یکدیگر امروز با یار برادر نه امروز ببینید که پدر با پسر خودش رحم نمیکنه وای به حال اون دیگه جوانا رحم کجا شد جوانان عزیز با والله قسم وقتی سخن میکنم گیره مادرم میبینم مرا دلم نش میزنه این طفل بیگناه چی گناه داره که این پدر بیرحم زده است ای الله شرم داریم پیامبر اکرم میگه که والذی نفسی بیده لا يدخل الجنة الا رحیم
داخلی به هیچ نمی شود. اون شخصیتی که رحم ندارد، اون شخصیتی که بی رحم است، در قلبش کبر و غرور دارم. مادامی که رحم نداریم با زن فرزند خود، چجوری ادعا میکنی که ما جنت میدارم؟ الله میگه وسعت رحمت علی کل شیء. الرحمت الله همه جا را احاطه کرده است. تو چرا رحمت نمیکنی؟ رحم به دیگر نمیکنیم جان عزیز. تا مادامی اگر ما به دیگر رحم نکنیم، تا مادامی اگر ما به دیگر دوستی مهر و محبت نکنیم، این آفت الله از باره ما شما نمیگه جانان عزیز. ما با کدام زبان با شما صحبت بکنم؟ این برای یکی ما و شما، این یکی از نشانه قیامته که امروز با چشممون دیده استیم که جانان عزیز. ما با والله قسم برادران، امروز ما برایش یک قصه میکنم. الله مهربان در سوره عبسه بسیار با عظمت برای ما شما فرماید که یوم یفر المرء من اخیه. الله قیامت در دنیا آورد. برادر نظر بکنه، الله قیامت در دنیا ما شما نشان داده. یک از میگه چیه؟ الله در سوره عبسه چی میگه؟ یوم یفر المرء من اخیه. در روز قیامت برادر از برادر میگریزه، و صاحبته و بنیه، از زن و فرزند میگریزی، از پدر و مادرت میگریزی. برای چی؟ امروز ویروس گفته قطعی برادر سلام علیک نمیکنی. امروز ویروس گفته برادر نزدیک ادینه میزنه، در خانه کراتین گفته میگریزی. وای با والله قسم در جنازه اشتراک کردم، حتی پسر گفتم که در قبر بمان پدرتا، قطعیش خیر خوش که بوسه از پیشانش بگو پدر جان دیدار تا قیامت. با والله قسم از مرگ پدرش گریخت. آیا برای ما شما آفت نیست؟ آیا الله مهربان در دنیا برای ما شما نشان نیست؟ این همین روز بینه که امروز کرانتین گفتم، در جنازه اگر اشتراک نمیکنیم، باید دیگر سلام نمیکنیم، از دوری بس گفتم. در حدیث صحیح پیامبر اکرم میگه که وقتی شما در دنیا اگر در خرید و فروش، در معامله کردن فند فریب میکنید، دین الله را فراموش کردید، قانون الله را ناپسندی کردی، نماز نخواندیم، روزه نگرفتی، رحم دلی نکردی، الله همین ویروس در بالات میاره. ای جوانا با مردم رفتار خوب بکنید. که پیامبر چی گفت؟ یک از پیامبر اکرم سوال داد عن اکثر ما یدخل الناس الجنه. ای رسول معظم اسلام، آیا در جنت چه شخصیت رو بسیار میدراین؟ پیامبر چی گفت؟ التقوى الله. یکم گفت تقوای زیبا، خدا ترسی. دیمش و حسن الخلق، با مردم رفتار زیبا کردن. اول رفتار با اهل بیت زیبا کو، اول با زن رفتار زیبا کو، با فرزندان زیبا کو. من براش من قصه میکنم. یک روز پیغمبر خدا صلی الله علیه و در مسجد نشسته بود، موعظه المعروف میکرد. دید که یک مردک در کنج مسجد بسیار گیره داره. پیغمبر ما بسیار و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. با والله قسم پیغمبر ما رحمت بود، نه فقط برای مسلمان ها، برای کل عالم بشر رحمت بود. پیغمبر ما الله چی میگه؟ ای محمد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ای محمد ما تو را فرستادیم برای عالمین رحمت. این به رحمت از امت محمد نیست. حتی پیامبر اکرم با دشمناش رفتار زیبا میکرد. اکثر صحابه از رفتار کردار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان آوردن. ما چه شخصیت هستیم که در قلبمون رحم داریم ای جوانها. بعد پیامبر اکرم آمد نزد جوانمرد، این بردک، گفت که تو چرا قدر گیره داری؟ این قصه برای پدر همین شخصیت دخالتی میکنه. گفت که ای رسول اکرم 11 تا فرزند من خودم به دست خودم کشتم. گفت 11 تا فرزند من خودم به دست خودم کشتم، 10 تاش فراموش کردم، یک تاش از خاطرم نمیبرایم. در دوره جاهلیت، در دوره پیش از اسلام مشرکان در خانه دختر تولید میشد، زینده و زینه دختراشون رو میکشتن. گفت که یک روز گفت میدونم خانه، در خانه کودک 5 6 ساله دخترک در حولی بازی داره. اولا ما پرسیم این کی است؟ اولا گفت که ای شوهر جان، اینا از تو پنهان کردم، از تو بجای کلانش کردم، فقط که ما کلان شویم دستی ما را بگیره. این مردک میگه که در این نقد در پیغمبر خدا کرده، مرا جاهلیتم عمل مشرک کردم، مرا طاقت نماند. اولا ما گفتم که سر دهان دختر را بشان، خانه خیلی سوال ما توی میبرم. چه گفت؟ گفت سر دهان شما بشان، گفت خانه خیلی سوال توی میبرم. اولاش خرسان که الحمدلله شوهری ما اصلاح شده، دیگه نمیکشه فرزنده ما. من گفتم سر دهانش شوشتم، لباسش پوشاندم، پیش از دست دادم در شوهرم، گفتم که ای شوهر جان، دختر جان ما ساق سلامت بیا با در دستم بسپار. من گفتم دخترش با آواز بلند گفت که دادا جان مرا توی میبره.
دختر ما میگه دستم گرفتم از کوچه رفتم در نیم نه دخترم بازی میکنه گفته که مرا دادا جانم توی میبره کلسان بود که مرا دادا جانم توی میبره دخترم میگه با عقل بود وقتی دستم گرفته بود که وقتی ما از کوچه برآمدیم دخترم فهمید که مرا پدرم کشتنی میبره در پیش باشش غلطیدم گفتم دادا جان تو مرا گفتی که تو من دوست میدارم تو مرا گفتی دوست میدارم تو مرا کجا بردی دختر من کسه کرده بودم در چاه پارت افتم آخران سخنش این بود که دادا جان تو مرا فریب کردی تو مرا گفتی دوست میدارم دوستانت همین بود مرا کجا میبری مرا چجورم دوست میدارم تو را من دوست میدارم می دادا جان میگه رسول اکرم همین آوازا سخن دخترم یادم نمیبرویه پیامبر اکرم این خیلی انسان ها تربیت در دین میکرد امروز ما نخوب برادرای خودمون تربیت کردن نتونیم ای برادرها ما از الله دعا میکنیم خداوند با شما رحم دل بگردونه خداوند این مادری که در مصیبت از خداوند این مادرم با فرزند صالح و صالح نصیب بگردونه و خداوند این پدر این طفله که با رحم بگردونه برای ما عبرت بشه که ما معامله خودمون با فرزندمون زیبا بکنیم این طفل بیگناه ای جوانا هوشیار شویم با کدام کاری ما رو الله با برکت بده با کدام کار عملی ما رو الله با آفت ایباله ما بگیره جوانای عزیز خداوند یکی ما شما توفیق بده خداوند جمله امت محمد با رحم با شوق بگردونه خداوند مادر ما رو صبر جمیل بده و خداوند باقی مانده اهل این خانواده را صبر جمیل عطا بفرسته در حق یک دیگر دعا بکنیم جوانان عزیز این دنیا برای یگان تیما شما نمیمونه برای چی که حضرت مولوی میگه که اندیشه از مرگ مصطفی باید و کرد اندیشه از مرگ مصطفی باید و کرد شادی و طرب جمله رها باید و کرد او با شرف و عزت خود باقی نمان ما را طمع خام چرا باید و کرد پیامبر معظم اکرام صلی الله علیه وسلم در دنیا الله وظیفه‌اش داد همون گفت که الیوم اکملت لکم دینکم دین تو کامل شد بعد از 9 روزش الله مهربان به قبض روحش ملک الموت جورهم کرد او که در دنیا وظیفه داشت ما وظیفه نداریم چرا در دنیا باید ادعا میکنیم که در دنیا 2 روزه شهوات دنیا را پیش میبریم مرگ فراموش نکن جوانان عزیز مرگ فراموش نکنی در دنیا یگان کس باقی نمیمونه کل من علیه فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام خداوند یکی ما شما توفیق بده خداوند این مادرم صبر جنات رو بفرسته پروردگار جمله امت محمد با شوق با رحم دل بگردانه تا اینکه ما در جمله در بین برادرامون رحمه خداوند از قلبای ما کی به دور بگردانه خداوند این برادری که پسر خودش قتل کرد خداوند او را توفیق بده و دیگه برادران عبرت بشه که رحم بکنن به دیگرشون الله مهربان سفر این دو درجه ما نجاش جنت فردوس بگردانه خداوند یکی ما شما رحمت مغفرت کنه در این قبرستان چی برادرها اپا و خواهرها خواب باشن خداوند همشون رحمت مغفرت کنه قبرهاشون باغ جنت الفردوس بگردانه ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار برحمتك ارحم الراحمين